که ما تمام این برنامه ها را برگزار میکنیم، تمام این کارها را میکنیم فقط به خاطر خوشحال شدن جناب عالی. در سال 2021 وقتی که امام علی رحمانوف فرمان داد در ولایت مختار کوهستان بدخشان، همین سربازانی که به اصطلاح امام علی رحمانوف گویا وطن دوست بودند بالای مردم عادی تیر خالی کردند. وقتی که یک سرباز و هموطن خودش را بیگناه میکشد و سوال نمی کند که اینجا من چرا این را کشتم، چگونه می شود گفت حسی وطن دوستی و حسی وطنداری دارد؟ ما میتونیم این را بگوییم، ما میتوانیم اینجا ادعا کنیم که در امنیت در این سربازان ما، سرحدهای ما امروز از جانب کسانی که میتوانند در مقابل هر دشمنی بیستند نگهداری کرده میشن، حفاظت کرده میشود. وقتی که سرباز ما میراد در بدخشان بالای مادری تاجیک که فرزندش به شهادت رسیده است از دست همین ظالمان، بازم تیر خالی میکند. تابوت فرزند مادر در دستش در میدان ایستاده است، میاد لطکوب میکند و کسی که از فرزند این اومده در اونجا حمایت میکند به قتل میرساند، شکنجه میکند. ما میتوانیم این را وطن دوستی و وطنداری بدانیم. سال 2012 وقتی که همین هموطنان ما به خاطر دفاع سرزمین خیستند، بازم امام علی رحمانوف این به یک امضا به یک قرار مردم و سربازان را روان کرد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 100 نفر به قتل رساندند و این همه سربازا رفتن در اونجا به قتل رساندند. کدام وطن دوستی حسی وطن داریم؟ ما از کدام مسئله میتونیم در اینجا سخن کنیم؟ یعنی فقط تمام کارها تبلیغ خانواده رحمانوف و خدمت به خاطر یک اولاد و یک شخص و هر کاری که برای شایسته اون باشد چیکار میکنن؟ انجام میدن. حالا من به نقطه بعدی برمیگردم، ولی اینجا میخوام این نکته رو ذکر کنم که در همین گرند سلمی که در دوشنبه برگزار شد، گوشتین جدا، در همین جا یکی از تبلیغگران همین حکومت، یکی از کثیف‌ترین انسانی که در اونجا رفته بود، نقطه خیلی جمله خیلی معروف این چاپلوس‌ها رو در اونجا اشاره کرد که ما تمام این برنامه‌ها را برگزار میکنیم، تمام این کارها رو میکنیم فقط به خاطر خوشحال شدن جناب عالی. وقتی که ما میگوییم که تمام کارها در تاجیکستان انجام داده میشود به خاطر یک خانواده، به خاطر یک شخص، اینجاست که از زبان خودی آنها این برآورده می شود. خود اون شخص در همون روز ورزشی که یک نمایشی خیلی بزرگ در دوشنبه بود، در اونجا در حضور تمامی ورزشکاران صحبت کرد و گفت که تمام این ورزش ها را ما تشکیل میکنیم به خاطر خوشحال کردن، سرخوش کردن جناب عالی. یعنی به خاطر بهتر ساختن و سرخوش کردن یک شخص تمامی کار رو انجام میدن. هدفشون بهبود ساختن ساحه ورزش، ساحه نظامی نیست. هدفشون بهبود بخشیدن خانواده و حفاظت خانواده امام علی رحمانوف است. خوشحال کردن یک خانواده رقاصه است. ملت مسلمان امروز آمده است به اون درجه رسیده است که به فرمان یک بدبخت اجازت میگیرد میرود برادری مسلمانش رو به قتل میرساند، باز میآید چیکار میکند؟ برای این رقاصه میرقصد و سرود میخواند و کل میجنباند. این است مگر شیوه مردانگی در ملت مردمی تاجیکستان؟ از کجا این تعلیم را ما گرفتیم که باید برای سرخوشی یک خانواده ما بریم هموطن خود را بکشیم، ما بیایم رقص سرود در یک طرف دیگه اجرا بکنیم؟ همون زمانی که مادر گلبدین زیابکوف در ولایت مختار کوهستان بدخشان نالش میکرد، ناله داشت، غم میخورد، در خانهش گریه میکرد، همین بدبخت ها بودن که در با میدان شهر باروخ چکار کردن؟ خاروخ چکار کردن؟ رقص پیدا کردن، حافظهای سراینده های مشهور تاجیکستان آوردن، یک رقص سرود کردن، با چند تا کثیف بدخشانی هم در همونجا برومد رقص کرد، سرود خواند، نمیفهم فلان و بسمدان کرد، در حالی که مادر غمخوار تاجیک که فرزندش را از دست همین ظالمان به قتل رسانیده بودن از دست داده بود، در کنج خانهش با صدای همین موسیقی نالش میکرد و در گوشش پخته زده بود که نشنود و گریه میکرد. مگر این ناموس تاجیکی است؟ مگر این ناموس مسلمانی است و این حسی وطنداری است و این حسی وطن دوستی است؟ وقتی که ما میگوییم که صداقت رحمان به وعده هایش واقعی نیست، این گونه واقعیت ندارد، این گونه همه حرفای او دروغین